هفتم، یه چیزی که الان خیلی باب شده، کپی ترید یا سیگنال، یا سیگنال گیریه، یا پراپه، یا NFT یا امثالهم. ببین همه اینا موقتا شاید تو رو به یه جایی برسونن، به یک سود جرقه‌ای برسونن، ولی ما قصدمون موندن تو این بازاره. ما میخوام تو این بازار بمونیم. قصدمون این نیست که بزن در روی کار کنیم. میخوام تو این بازار کار کنیم، یه نونی در بیاریم. قرارم نیست که میلیاردر بشیم، برای اینکه آدمای میلیاردر نیستیم. وقتی میلیاردر میشیم که پول کلان بتونیم بیاریم. پول کلان نداریم، ریسک کلان هم نمیتونیم بکنیم، پس قاعدتا فقط با این پول خورد میتونیم خورد به دست بیاریم. از دمو یا حساب کوچیک شروع میکنیم، بعد به تدریج اجازه میده که ما آسمون رو بزرگ کنیم. بازار جایی که باید تصمیم بگیری، نه اینکه تقلید کنی. تصمیم گیری رو ما تو بازار یاد میگیریم. هدف این دورم اینه که بتونیم مستقل فکر کنیم. متوجه؟ مستقل یعنی که وقتی تو نشستی پشت سیستم، کاملا ذهنت معطوف به معامله گریت باشه، نه به چیز دیگه فکر کنی، نه به جای دیگه فکر کنی و نه غیره. فقط معطوف به معامله گریت باشه. قرار نیست زیادم معامله کنیم، قرار نیست روزی 10 ساعت معامله کنیم. ما جلوتر بهش میرسیم.